در شهر اوش قرقیزستان پیشوایان اسلامی حاجی ها را دعوت نموده آنها را با شرایط سفر به مکه و مدینه آشنا کردند. سهمیه حج قرقیزستان به 3000 نفر در سال برابر است. سالهای گذشته اتهام زیاد بود که انتخاب حاجیان به فساد و رشوه‌ستانی آلوده است. امسال حاجیان قرقیز را توسط قرعه کشی انتخاب کردند. در شهر شمالی کرکوک عراق مقامداران امنیتی ابراز داشتند که در نتیجه ترکیش موتورسیکل سرشار از مواد منفجر کمش 8 نفر کشته و 11 کس دیگر جراحت برداشتند. ترکیش ها در کناره های شهر بغداد هم جای داشتند. به وجه عموم بعد اولین حمله هوایی فرانسه بالای موقع های گروه افراطی دولت اسلامی در سراسر عراق حمله های تروریستی به قید گرفته شدند که بر اثر آن 22 نفر به هلاکت رسیدند. ایالات متحده آمریکا نیز از ارتش عراق پشتیبانی نموده بیش از 170 حمله هوایی عملی کرده است. در شهر شمال و غربی پیشور پاکستان خادمان مسئول امگذرانی شکایت دارند که در 6 ماه اخیر معاش نگرفتند. در پاکستان تأخیر معاش کارمندان دولتی به خصوص در ولایت‌های قشاق زیاد به چشم می‌خورد. سروزیر مولداوا میگوید 4 هفته پیش مراسم افتتاح یک لوله گاز از رومانیا به این کشور دایر شد ولی تاکنون توسط آن گاز به مولداوا نرسیده است. به قول نام برده مسئول این وضع شرکت گازپرام روسیه است که 51% سهمیه‌های شرکت محلی انتقال گاز طبیعی را بر دوش دارد. مبلغ ساختمان لوله گاز را اتحادیه اروپا پرداخت نموده هدف داشت با استفاده آن وابستگی مولداوا به گاز روسیه را کاهش دهد.